اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمت‌های خوب و مفید و توفیقات ارزشمند و گرانبهایش. با ارزشترین توفیقات الهی، توفیق هدایت به دین مبین اسلام. هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خواسته های خوب یک انسان. هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خواسته های خوب خداوند از ما انسان ها. هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خیرات و برکات دنیا و آخرت. در یک جمله، خاتمه به خیر شدن در همه امور و شؤون زندگی. اسلام یعنی بهداشت سلامت. هدف اسلام از برنامه‌های خوبش بالا بردن ضریب سلامت در جامعه هست. سلامت در تمامی زمینه‌های زندگی ما. سلامت فکر، سلامت روح و روان، سلامت جسم، در همه ابعاد زندگی هدف اسلام بالا بردن این سلامت هست. خداوند تبارک و تعالی می فرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما بکم من نعمت فمن الله و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها لئن شکرتم لازیدنکم. خاصیت بودن هست. وقتی خداوند چیزی رو برای بندگانش تجویز می کند، اون نعمت تلقی میشه و وقتی نعمت تلقی میشه، هر نعمتی رشد، توسعه، تعالی، ترقی، توانمندی، سلامت، سعادت، همه چیزهای خوبی که در تصور ما و شما بیاید، به ذهن ما و شما خطور کند، خداوند در نعمت نهادینه کرده. اگر نعمت باشه و ما اجازه داشته باشیم که از اون استفاده بکنیم. و وقتی خداوند چیزی رو ممنوع میکنه و حرام میکنه و اون رو معصیت میداند و حرام میداند، یعنی ضرر، یعنی نجاست، یعنی فساد. هر حرامی میتواند یکی از این سه علت داشته باشد و بعضی محرمات که خدا ممنوع کرده هر سه علت درش هست. یعنی هم نجسه، هم فساده و هم ضرره. و وقتی میگیم ضرر، چیزی که به 5 چیز انسان ضرر برساند. در همه ادیان آسمانی ممنوع هست. پس خیری در حرام نیست. در حرام و چیزی که خدا تجویز نکرده، گفتم نجاست هست، فساد هست و ضرر هست. همه ادیان آسمانی آمده که 5 اصل رو برای انسانها حفظ بکنه. یکی دین، یکی آبرو و شرف، یکی عقل، یکی مال.
و یکی نفس. هر چیزی که به این 5 چیز انسان ضرر برساند در تمامی ادیان آسمانی ممنوع است. اصطلاح شرعیش حرام. پس هیچ خیری در حرام وجود ندارد. و هر چیزی که نعمت تلقی شده، اون خواصی که گفتم، همه خواصی که نیاز یک انسان هست و نیاز یک جامعه هست، در حلال خدا نهفته شده. پس اگر خیری در حرام نیست، چرا حرام در زندگی ما حرف اول بزند؟ خداوند در قرآن می‌فرمایند لئن شکرتم لازیدنکم. تراکم نعمت‌ها بیشمار است. خداوند می‌فرمایند ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. قابل شمارش نیست. تقاضای مزید نیاز نیست. ما تو شکر همین امکاناتی که داریم، نعمت‌هایی که داریم، ظرفیت‌هایی که برای ما ایجاد شده، تو شکر همینها موندیم. چرا می‌خواهیم تراکمی ایجاد بکنیم برای خودمون که نتونیم از شکرش در بیاریم؟ کاملترین شکر نعمت این که نعمت رو در جهت اهداف خلقت نعمت به کار بگیرید. این که تو با زبان بگید خدایا شکرت به خاطر این نعمت، نعمت سلامتی، نعمت عقل، نعمت چشم، نعمت خانواده، نعمت پدر خوب، مادر خوب، اولاد خوب، معلم خوب، دوست خوب، نعمت مال، علم. اگر به زبان بگی الحمدلله، شکر قولی است، خیلی مهم نیست. اونی که مد نظر خداست اون شکر عملی است که وعده مزید داده. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر عملی است. اما اینم یک نوع ادبه. اگه کسی یه خدمت کوچیکی هم به شما کرد، بگی ممنون، خدا جزای خیرت بده. تشکر چه چیزی رو برای ما به همراه داره؟ تشکر و قدرشناسی اونقدر ظرفیت سازی میکنه برای ما که حد و حسابی نداره. یعنی اگر واقعا بنده قدرشناسی باشیم، هم برای خداوند هم برای خلق خدا، کسانی که خدماتی به ما ارائه دادن، وقتی تشکر میکنیم و دعای خیرشون میکنیم و سپاسگزار هستیم و قدرشناس هستیم، همیشه اون نعمت هم ماندگار میشه و هم افزایش پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه. همه ما از تشکر و ادب خوشمون میاد، از انسانهایی که قدرشناسن، انسانهای محترم و دوست داشتنی هستن. اگر یه قلمی به من بدید، من کارمو انجام بدم، بعد قلمو خرد بکنم، نگم دست در نکنه خیلی ممنون، یا قلمو پرت بکنم، اگر بار دوم به اون قلم نیاز پیدا کردم، شما حاضرید به من بدید؟ نه. تمرین شکر بکنیم، به بچه هامون قدرشناسی رو آموزش بدیم. وقتی که پدر و مادر یه کیکی، یه دسیری درست میکنه برای بچه هاش، بچه ها بلند نمیشن مگر اینکه بگن مامان دست در نکنه، خیلی خوشمزه بود، نگاه کن چقدر خوردم، عجب قرمه سبزی درست کرده بودید، عجب مجبوسی درست کرده بودید، عجب میگویی درست کرده بودید، نگاه کن چقدر خوردم، چقدر خوشمزه بود، دست در نکنه مامان.
همینطور تمرینشون بدیم که تشکر از خدا بکنن. یعنی نماز به اندازه قرمه سبزی نیست، روزه به اندازه میگو نیست، به اندازه یک دسر ارزش نداره. این همه ارزش ها قرآن. آیا به خدا میگیم ممنون؟ خدایا سپاست میگم به خاطر این نمازی که برای ما قرار دادید. عجب چیز مفیدیه، عجب چیز با برکتیه. مسئولیت ایجاد میکنه، امنیت ایجاد میکنه، برکت ایجاد میکنه، آرامش ایجاد میکنه. وظیفه بزرگترها هست که از زمانی که شخصیت بچه های ما شکل میگیره، اونایی که مشاورین تربیتی هستن میگن شخصیت کودک یا انسان اصلا زیر دبستان شکل میگیره، تا سن 7 سالگی شخصیت شکل میگیره. متاسفانه تو کشور ما رو مهد پیش دبستانی و مهد کودک اونطوری که باید کار بشه و تو این سن نهادینه بشه همه اخلاقهای زیبا کار نمیشه. وقتی بچه بزرگ شد وارد راهنمایی شد دیگه انعطاف نداره، ولی تو اون سن مثل مومه تو دست پدر و مادر. الگوی رفتاری خوبی باشن، نفرین نکنن. بچه همون نفرین یاد ندین، حتی نسبت به دشمنان. با نفرین بزرگ میشه، زندگیش با نفرین کردن میشه. تو ظرفیت تو ببر بالا، توان تو ببر بالا، تربیت تو ببر بالا، آگاهی تو ببر بالا، ایمان بچه ها تو رو ببر بالا. دیگه نیازی به نفرین نیست. دشمن خود به خود سقوط میکنه. صبحمون رو با مرگ بر فلانی و مرگ بر فلانی آغاز نکنیم. شیطان قوی نیست، ما ضعیفیم که شیطان داره عرض اندام میکنه. یکی از چیزهایی که خداوند به امت محمد صلی الله علیه و سلم داده، نصرت بالرعب مسیرة شهر. 5 تا ویژگی خداوند به امت محمد صلی الله علیه و سلم داده. اعطیت 5 لم یعطهن احد قبلی او کما قال صلی الله علیه و سلم. یکیش هیبتی است که در امت اسلامی هست و فرماندهان لشکر اسلام هست و رهبران جهان اسلام هست و علما و مربیان جهان اسلام هست. خداوند هیبتی که نتیجه تقواست و بندگی خداست و خدا ترسیست به اونها داده و انداخته تو دل دشمن که از مسافت 1 ماه وقتی میشنیدن که سپاه اسلام حرکت کرده به رعب و وحشت میافتادن. امروز آمده تو خانه ما، تو قلب ما خیمه زدن. در کشورهای اسلامی طمع کردن. مگر دیروز امروز اخبار گوش ندادید که آمریکا اعلام میکنه قدس پایتخت اسرائیل هست؟ حالا تو بگو مرگ. آمده خیمه زده، طمع کرده. از اختلاف ما طمعکار شده، از ضعف تربیت ما طمعکار شده، از ایمان پوشالی ما طمعکار شده، از نفاق ما طمعکار شده. تو کجای قرآن خداوند گفته که شیطان قوی است؟
بلکه گفته کید شیطان خیلی ضعیفه. این ماه تحول هست. این ماه رخداد بزرگ بشریته. ماه ربیع الاول بزرگترین و مهمترین خاطره زندگیمون ما مسلمانان و حتی بشریت. هیچ تحولی بشریت مثل این تحول و رخداد به خودش ندیده. آتشکده خاموش شد، چون لانه های موش شد. آتش پرست مدهوش شد، اهلا و سهلا مرحبا. آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند. محمد بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت بین الحجر و انک لعلی خلق عظیم. یک رنسانسی، یک تحول بزرگی و شگرفی در جزیره العرب رخ داد. همه انسان ها میتونن تولد مبارکی داشته باشن. همه فرزندان این امت میتونن تولدشون مبارک باشه و تحول آفرین باشه، به شرطی که پدر و مادرها پدر مادرای الگویی باشن. ما بزرگترا الگو باشیم. ریش سفیدا، دهیارا، فرماندارا، مسئولین، تجار و خیرین، بزرگان قوم، شورا، امام جمعه ها، والدین مسئولیت پذیر باشن. مسئولیتی که به عهده دارن درست انجام بدن. جوانای ما خیلی خوبن، باور بکنی خیلی خوبن. بچه های ما بچه های خوبی هن. دخترها و پسرای ما خیلی خوبن. اونها رو تنها نذاریم. به این کرسی ها نچسبیم، فقط چسبیدیم به صندلی و میز. بزرگی به بالا نشستن نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند امیر القوم خادمهم. تنها یک راه برای بزرگی و آقایی هست و راه دومی نیست، اون هم خدمتگزاری است و نوکری است. هر کسی میخواد سروری بکنه باید نوکری بکنه. هر کسی میخواد آقایی بکنه باید خدمتگزاری بکنه به خلق خدا. این مقوله ارزشمند پیامبر عظیم الشأن اسلامه صلی الله علیه وسلم. امیر القوم خادمهم. بهترین خلق خدا، سودمندترین خلق خداست. بندگان خدا را از استعدادمون، هوشمون، فکرمون، اخلاقمون، ایمانمون، تقوامون، تجربهمون، مهربانیمون، دلسوزیمون، دعامون، مالمون، امکاناتمون محروم نکنیم. خداوند 3 ارتباط رو در قرآن مطرح کرده. 1 ارتباط با خالقه، 2 ارتباط با خلقه، 3 ارتباط با محیط زیسته و فضایی که در اون زندگی میکنیم. ارتباط با خالق مبناش توحید خالصه. اگر توحیدت لرزید کمرت لرزیده. مسلمانی که توحیدش پوشالی باشه هیچ تکیهگاهی و سندی نداره در زندگی. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هر 3 توحید رو ما تحقق ببخشیم. توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسما و صفات. دل باید یک تکیهگاه داشته باشه. در درگاه ما دل را یک دله کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. وقتی رو به خدا میایید دیگه پشت سرت نگاه نکن. حضرت موسی کلیم الله وقتی که قوم بنی اسرائیل رو حرکت داد، اونهایی که ایمان آورده بودن به رب العالمین، حرکت داد. فرعون هم حرکت کرد با لشکریانش.
وقتی رسیدن به دریا، بعضی از ضعاف الایمان به موسی گفتن ای موسی ما رو گرفتار کردی، جلو ما که آبه، پشت سر ما هم لشکریان فرعونن. حضرت موسی با قاطعیت تمام، سبحان الله، آب داره موج میزنه جلوشون، پشت سرشون هم فرعون و لشکرشه. حضرت موسی اینطوری جواب داد تو بحث ایمان و توکل به خدا نباید شاید باشه، نباید ضعف باشه، تردد باشه، باید قاطعیت باشه. جواب حضرت موسی کلا. کلا در لغت عرب به معنی توبیخ، زجره. کلا ان معی ربی سیهدین، رب من همراه منه. سیهدین یعنی راهی رو برای من باز میکنه، نشون میده. بعد گفت عصاتو بزن به آب. عصاشو که زد آب دونس شد، چند تا راه باز شد، مثلی که تو زمین خوش داری راه میری. آب منجمد شد یه دیوار یخی. موسی راه افتاد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه و من یتق الله یجعل له مخرجا. قال کلا ان معی ربی. آخرین نفر از پیروان موسی از آب رفت بیرون، آخرین نفر از فرعونیان وارد آب شد. خداوند به آبش گفت به هم بیا. آمد به هم. فرعون میرفت زیر آب، میامد بالا. همون آبی که میگفت و هذه الانهار تجری من تحتی. تو ملک خداوند ادعای مالکیت میکرد. این مغرور، حتی شیطان طوری باش وسوسه کرد، گفت تو الان پادشاه و فرمانروای مطلق روی زمینی، ولی هنوز یه پله مونده. یه نفر هست که مدعی توست، میگه من رب العالمینم. همون جایگاه اون رب العالمینم ادعا بکن دیگه، تمام شد دیگه. تو فرمانروای زمین و آسمانید. این مسکین، این فریب خورده گفت انا ربکم الاعلی. به قوم بنی اسرائیل گفت انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من اله غیری. سبحان الله. 2 جرعه آب که خورد آمد رو آب. رامسیس سوم گفت ایمان آوردم به همون خدایی که بنو اسرائیل و موسی ایمان آوردن. خداوند گفت الان دیگه خیلی دیره، الان فقط جسد تو پرتش میکنیم به ساحل که درس و عبرتی باشید. خدایا نمرود نفس را در ما خرد و نابود بگردان و خلیل عشق را در ما زنده و احیا بگردان، تا چون خلیل ابراهیم پا در آتش بنهیم و آن را گلستان بیابیم. این نمرود نفس باید خرد بشه. من تواضع لله رفعه. ارتباط با خالق مبناش فقط یکیه، اونم توحید خالصه. توحیدتون رو خالص بکنید برای رب العالمین. عقیدتون رو راسخ بکنید. از خداوند یقینی بخواهید که در اون شک و تردید نباشه. توحیدی بخواهید که در اون کفر و الحاد نباشه. ایمانی بخواهید که در اون حلاوتش تو سینه هاتون احساس بکنید. بزرگترها وظیفه دارن. یه وقتی یه مادری یه ضبط صوتی بلند کرد، یه نوار آهنگی گذاشت، به بچه کوچکش گفت پسرم این مال چیه؟ پسر ببخشید شروع کرد به رقصیدن و این کتفش لرزوندن، یعنی این ضبط صوت مال رقصیدنه. یه وقتی یه مادر دیگه چه؟ صدای قرآن گذاشت، نوار قرآن، به پسرش گفت پسرم این مال چیه؟ گفت این مال اینه، این مال اینه. ما همیشه میخوایم که بچه هامون خوب باشن، همیشه گله از بچه هامون میکنیم، همیشه میگیم بچه هامون بدن. اولین شرط خوب شدن بچه هاش خوب بودن مادره، بعد خوب بودن پدره، بعد خوب بودن مدیر مدرسه است، بعد خوب بودن معلمه، بعد خوب بودن دوسته، هم کلاسیشه. همه اینها باید خوب بشن.
حتی برای بچه هاتون دوستان خوب انتخاب بکنید. ارتباط دوم با خلق خداست. نگفته فقط با مسلمان، گفته خلق خدا، کافرش، مسلمانش، همدینت، نسبت، ارحامت، دوستت، آشنا، غریب، موافقت، مخالفت، دشمنت، خلق خدا. همه خلق خدا. ارتباط با خلق خدا مبناش دو چیزه، یکی انصاف و یکی احسان. یکی انصاف و یکی احسان. این دوتا رو مد نظر قرار بدیم در ارتباط با تعاملمون با خلق خدا. انصاف و احسان. خداوند در قرآن میفرمایند ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اگر با کسی دشمنی داشتید، دشمن بودید، مخالفت داشتید، ولی یه وقتای حق با اون مخالفت بود، اون دشمنی سبب نشه که حقی که اون مطرح کرده و حق باشه اونو رد بکنی به خاطر اینکه باش دشمنید. انصاف رو اگر به نمایش بذاریم، انسانهای منصفی باشیم، یکی از راههای جذب انسان هاست. انسانهای منصف همه دوستشون دارن. انسانهای تنگ نظری که حقانیت رو فقط به خودشون میدن، همه رو میخوان حذف بکنن، همه رو میخوان کنار بزنن، همه رو میخوان رد بکنن، همه بدن فقط خودش خوبه، همه نادانن فقط خودش آگاه و عالمه، همه جهنمیان فقط خودش تنها بهشتیه. حضرت عمر رضی الله عنه یک خیزرانی داشت، روز خلافکارا رو تربیت میکرد، شب که میشد قبل از اینکه بخوابه یه لنگی پاش بود به اسم ردا. این رداشو بالا میکشید تا زیر زانوش، ساق پاش، و بعد با اون خیزران میزد به ساق پای خودش، میگفت عمر امروز از صبح تا غروب چه کار کردی؟ حساب پس بده. امروز عمل بدون حساب، فردا حساب بدون عمل. خودتو به حساب بکش، به چالش بکش. حضرت ابوبکر رضی الله عنه میگه اگر روز قیامت، همین عمر رضی الله عنه میگه روز قیامت اگر صدا بزنن که همه بهشتی هن، یک نفر جهنمیه، عمر فکر میکنه اون یک نفر عمره. ولی من فکر میکنم اگر روز قیامت صدا بزنن همه جهنمی هن، یکی بهشتی محمد صالح پردله. این همه از خود راضی یعنی چی؟ ابوبکر رضی الله عنه میفرمایند اگر یک پام تو بهشت باشه، یک پام خارج از بهشت، ما امن تو مکر الله، باز در امان نیستم تا اینکه هر دو تا پام بذارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه باز هیچ کس به عملش وارد بهشت نمیشه مگر به فضل و لطف و رحمت خدا. گفتند حتی انت یا رسول الله، گفت حتی انا الا ان یتغمدین الله برحمته، مگر اینکه رحم خدا شامل حال من بشه. منصف باشیم با خودمون، با کسانی که در ارتباط هستیم باشون. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. نگاه نکن چی گفت، نگاه نکن کی گفت، نگاه کن چی گفت. بتونیم از همدیگه استفاده ببریم. ما 3 تا برادر و خواهر داریم، برادر و خواهر نسبی، برادر و خواهر دینی، برادر و خواهر انسانی. رب اخ لک لم تلده امک. چقدر برادر و خواهرایی داریم که زایده مادرمون نیستن، برادرمونن، خواهرمونن، از مادرمون زایده نشدن. انما المؤمنون اخوه. کمک هم دیگه بکنیم، منصف باشیم. اوصاف مردان انصاف.
داستانم از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه نقل بکنم. در غزوه خندق بود. پهلوان قریش عمرو ابن عبدود کسی بود که اگه چرمی زیر پاش میگذاشتن 50 پهلوان جوان نمیتونست اون چرم از زیر پاش بکشه مگر اینکه اونجایی که پا گذاشته چرم پاره میشد. در غزوه خندق وقتی که امیرالمومنین از اون خندق پرید، این در مقابلش سبز شد. گفت باید از روی جنازه من برید. مثل این که علی رو تحقیر کرد، گفت برو جوون، برو یه نفر در خور من بفرست، پهلوان قریش و عرب. گفت فقط من، ببخشید، عمرو ابن عبدود از خندق پرید. حضرت علی در مقابلش ایستاد، گفت از روی جنازه من باید رد بشید. گفت برو که در خور من نیستید. گفت نه، از روی جنازه من. با اون ذوالفقارش با هم دیگه درگیر شدن. عمرو ابن عبدود رو به زمین زد و لبه شمشیرشو گذاشت رو حلقومش. در همین اثنا این پهلوان قریش، معذرت میخوام، آب دهنش پرت کرد تو صورت حضرت علی رضی الله عنه. میتونست اونجا فشار بده، یعنی این حلقومش و این رگ گردنش زیر تیغ ذوالفقار بود، ولی شمشیرشو کشید گذاشت تو غلاف، گفت بلند شو. بعد از اینکه آب دهن انداخت تو صورتش گفت بلند شو. گفت یک بار دیگه. دوباره با هم دیگه درگیر شدن، دوباره خوابوندش رو زمین، ذوالفقار رو گذاشت رو گلوش. گفت علی قبل از این که منو بکشی فقط بهم بگو چرا بار اول منو نکشتید. چقدر انسانهای پاک وارسته نفسشون رو کنترل کرده بودن، فرصت حتی به دشمنشون میدادن. چقدر شهامت، چقدر جرأت، چقدر غیرت. پهلوان قریش. ایمان عجایب درست میکنه. قدرتی که در ایمان هست و ایمان این قدرت رو تولید میکنه، هیچ چیز دیگه نمیتونه تولید بکنه. گفت بار اول اگر میخواستم بکشمت میکشتمت، تو فکر میکردی من انتقام اون آب دهن رو گرفتم که تو صورتم انداختی. برای خودش یه بار دیگه بهت فرصت دادم، اما این بار به خاطر اون نیست، به خاطر خدا قطعت میکنم. همین شخصیت وقتی ابن ملجم خنجر رو فرو کرد تو پیشانی مبارکش، همیشه پیامبر صلی الله علیه و سلم به علی میگفت که ای علی، شما با ضربه‌ای شهید میشید که میاد تو پیشانی، خون فواره میزنه، صورت تو، ریش تو، سینه در بر میگیره، اون ضربه شهادت توست. و هر ضربه‌ای میخورد میگفت نه این نیست، اونی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفته نیست. انصاف در چه موقعیت‌هایی، تا اینکه ضربه رو فرو کرد ناجوان مردانه تو پیشانی مبارک. همینطور که خون فواره میزد، با این پنجش دسته خنجر رو گرفت و این جمله رو گفت فزت و رب الکعبه، رستگار شدم به رب کعبه قسم. و خون فواره زد، بچه هاشو طلبید، گفت پسرم اگه این ضربه شهادته و باباتون شهید شد و شما دو تا حالت داری، میتونی قاتل باباتون رو ببخشید و میتونی قصاص بگیرید. اگه تصمیم بر قصاص گرفتید، فقط یک ضربه وارد میکنید درست تو پیشانیش، یک ضربه بیشتر به من وارد نکرده. شما فقط حق یک ضربه رو دارید درست همونجا. حق نداری اونو مسله بکنید، حق نداری زندانی بکنید، آب و غذا بهش ندید، حق ندارید که گوشش ببرید.
بدنشو سیخ سیخ بزنید با لگد تو صورتش. فقط یک ضربه به باباتون زده، حق یک ضربه دارید. اما اگر خودم موندم، زنده موندم، خودم میدونم یا میبخشمش. اون یه بحث جداگانه است. انصاف رو نگاه بکن. با دشمن چه انسانهای بزرگی بودن، چه شخصیت‌های ربانی بودن. همشون یک دستن، همشون یک قالبن. 10,000 نفر از این افراد فقط تو قبرستان بقیع دفنن. همونایی که به خاطر یک بز 40 سال با هم می جنگیدن. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. داستان اوس و خزرجه. جزیره العرب در جاهلیت تاریک به سر می برد. خداوند این ماه تابان و فروزان آفرید، ایجاد کرد تو قلب تاریکی، تو قلب پلشتی، تو قلب خشونت. این معلم مهربان، این دلسوز، این خیرخواه، ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد. ما خود تو را ندیدیم، فقط نام خوشت شنیدیم. و رفعنا لک ذکرک، نام خوشش شنیدیم، شیفته و دلباخته شدیم. اسمش برده میشه، دلهامون میلرزه، چشمامون میلرزه. اون چه مهربانی بود، چه انسان دوست داشتنی بود، چه رحمت مهداتی بود. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نه تنها برای انسانها، نه تنها برای مسلمانان، نه تنها برای بشریت، بلکه برای همه موجودات رحمت بود. چرا نباشه؟ یکی از احادیثش اینه: ان الله کتب الاحسان علی کل شیء. خداوند نیکی رو در حق همه چیز واجب کرده. فاذا قتلتم فاحسنوا القبله. اگر حیوان حلال گوشتی که خدا اجازه داده اونو ذبح بکنید، میگه در بهترین زیبایی و بهترین وجه اونو ذبح بکنید. یه وقتی من بچه بودم، هنوز تو ذهنمه، تو منطقه وقتی میخواستن مرغ و خروس رو ذبح بکنن، یه سیخی از درخت نخل میکندن، زبان خروس و مرغ رو بیرون میآوردن، میزدن زنده زنده سیخ تو زبان مرغ و خروس، اینطوری قفل میکردن، بعد سرشو میبریدن. میگه کاردتو تیز کن، ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته. یک زنی به خاطر یک گربه‌ای در قوم بنی اسرائیل جهنمی شد. 3 روز گربه گرفت، تو انبار گذاشت، تو آشپزخانه در رو قفل کرد، نه آب بهش داد، نه غذا بهش داد، نه اجازه داد برای خودش شکاری بکنه. بعد از 3 روز که در باز کرد، گربه چه مرده. خداوند برش خشم گرفت به خاطر یک گربه‌ای. در اسلام مورچه هم حرمت داره، درخت هم حرمت داره. مبنای تعامل با خلق خدا 2 چیزه: یکی انصاف، 2 احسان. میخوای تاثیرگذار باشی در جهت مثبت، میخوای مردم نسل بعد از نسل دعای خیرتون بکنن، احسان، تاثیرگذاری، که همه ما خواهانشیم که تاثیرگذار در جامعه باشیم. اول باید مقبول باشید. تا کسی تو رو قبول نداره، حرف شنوی از تو نداره. زمانی تو تاثیرگذارید که مقبول باشی نزد مردم. تو مقبول نمیشی مگر اینکه محبوب باشید. اول باید مقبول بشید، قبلش باید چه؟ محبوب بشید. اگه مردم تو رو دوست دارن، حرف تو قبول میکنن. محبوبیت از کجا میاد؟ از احسان، از نیکی به مردم.
حتی خداوندم به بندگانش نگفته منو پرستش کنید. اول گفته من زمین رو برای شما آفریدم، معدنها رو توش گذاشتم، آسمان رو آفریدم، ابر و باد و ستاره و خورشید و ماه توش گذاشتم، دریا رو آفریدم، این همه ماهی ها توش گذاشتم، انواع سبزی ها، فضای سبز و بعد از این که این همه نام میبره میگه حالا اگه قبول کردی منو پرستش کن. بازم میگه لا اکراه فی الدین. حالا ما هیچ کاری نکردیم برای بندگان خدا، میگیم تو دست به سینه بشه داره. چیزی ممکن نیست. اگه عالم و دعوتگرم باشید، اگه مسئولی باشید، اگه حاکم باشید، زمانی مقبولیت هست که محبوبیت باشه. زمانی محبوبیت شکل میگیره که چه؟ احسان باشه، نیکی باشه، خدمت باشه. اما ارتباط سوم ارتباط با محیط زیسته و مبناش اصلاحه. زمینی که روش زندگی میکنیم حق نداریم نابودش بکنیم، زمین رو به فساد بکشونیم. دریایی که ازش استفاده میکنیم حق نداریم فاضلاب و سرازیرش بکنیم. محیط زیست کجاست؟ خداوند در قرآن مطرح کرده لا تعثوا فی الارض مفسدین. راه نیفتید تو زمین رو به فساد بکشونید. من بارها گفتم بعضی از انسانها باید کنده بشن جاشون درخت بکاریم. باور بکنید بعضی از انسانها باید بکنیمشون جاشون درخت بکاریم. درخت مفیدتره. درخت هم سایه داره، هم زیبایی داره، رنگ سبز جذابیت داره، هم ثمر داره، هم از چوبش و شاخ و برگش استفاده میکنیم برای ابزار زندگیمون. مهمتر از همه کاری که درخت انجام میده تو خانه های ما، تو فضای ما، تو شهر ما، تو محله ما، تو کشور ما، درخت شب که میشه دی اکسید کربنی که گاز سمیست من و تو چه پرتش میکنیم، پخشش میکنیم تو فضا رو سمی میکنیم. این شب طول شب این درخت من و تو خوابیم، دنیا رو پر از گاز سمی کردیم. این درخت طول شب بیداره، تو این برگ سبزش یه کارخانه هست، این دی اکسید کربن رو میگیره. اول صبح اکسیژن 100% طبیعی تولید میکنه، ولی سبحان الله بعضی انسان ها کنار درختی سازن، سیگار روشن کردن، دود سیگارشون هم به درخت میزنن. کدوم یکی باید بمونه؟ کدوم یکی باید کاشته بشه؟ بعضی انسان ها از درخت ها هم کمترن. غیر از دود و آلودگی و پلشتی و نجاست و فساد در زمین کار دیگه نمی کنن. جنگل رو نباید دست بزنیم، ترمیم باید بکنیم درست. ساحل زیبا رو نباید نابود بکنیم. خداوند رنگ طبیعت رو بین سبز و آسمانی نیلگون قرار داده. چند سوم زمین آبه. اگه این رنگ مشکی بود یا رنگ سرخ بود همه روانی می شدن. رنگ طبیعت رنگ نوازشگره. سبحان الله. ارتباط سوم با محیط زیسته. محیط زیستمون رو تمیز نگه بداریم. یه حدیثی داریم، من به عرایزم خاتمه میدم، نمیدونم دامادا آمدن؟ اگه نیامدن ما دیگه منتظرشون نمیشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم تشبیه میکنه. من گفتم 5 چیز اختصاصی برای این امته. یکیش نصرت بالرعب، دومی جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند کل زمین برای من مسجد و طهور قرار داده شده. اگر تو حق نداری با این دستمال بینید بگیرید تو مسجد بندازید، پیامبر میگه کل زمین برای من مسجده. حق ندارید بندازید، آشغالتو بندازید، فاضلابتو رها بکنید، فضا رو آلوده بکنید. این 3 تا ارتباط با خالق مبناش توحید خالص، ارتباط با خلق مبناش انصاف و احسان، و ارتباط با محیط زیست و فضایی که در اون زندگی میکنیم مبناش اصلاح هست.
امشب شب به یاد ماندنی هست. ما با اصراری که دوستانمون کردن، دوستان خوبمون توی این منطقه، آقای موسی دریانورد، آقای ابراهیم ملاحی و دیگر دوستان، گفتن یکی از شاگردای خودتون به رحمت خدا رفته تو گوهردو. اون نور چشممون امید ترکمانی که دانشجوی رشته دعوت بود تو بندرعباس، سال سوم عالی بود، یعنی 1 سال دیگه لیسانسش میگرفت و واقعا یک جوان تلاشگر، مهربان، دلسوز از همین دوستای گوهردو بود. خبر نداشتم، دوستان خبر دادن، رفتیم اونجا، تعزیه تسلیت گفتیم، خیلی خوشحال شدن. بعد رفتیم گزی تو شهرستان جاس، اونجا هم 2 تا داماد بودن، جمعی از بلوچستان آمده بودن، از جاسکو منطقه. واقعا شب بیاد ماندنی بود. زمستان بهار مؤمنینه، روزش کوتاه، هواش خنک. برای کسانی که میخوان روزه بگیرن، روزه پنجشنبه دوشنبه، هم هوا خنکه هم روزش کوتاهه و شبش هم طولانی، هوا خنک. هم میتونید در خدمت خانواده باشید، باشون شام بخورید. خیلی از بچه‌های ما حسرت میبرن که پدرشون زود بیاد خونه یه شام باشون بخوره. خیلی از خواهرام منتظر شوهرشون میشن، بچه‌ها منتظر باباشون میشن، نمیاد، ساعت 1 میاد خونه، به بچه‌ها شام میده. یعنی بعضی موقع بچه‌های ما حسرت یک شام خوردن با پدرشون دارن. اون خانمش، مادر بچه‌ها، منتظر میشه، سر سفره با بچه‌ها میشینه، صبح مدرسه دارن. خوابش میاد، یک دفعه صدا میشنوه که چه شام هم نمیخوره که با شوهر شام بخوره. نصف شب میاد، کلیدو میچرخونه، در باز میکنه، میاد داخل، حوصله نداره. زنش بیدار میشه، برام شام برات گرم بکنه. نه من شام خوردم، میخوام بخوابم. مثل که اونجا معذرت میخوام هتل و قهوه خونه است و استراحتگاه که فقط بیاد بخوابه. پس هم وقت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم شبشو به 3 قسمت کرده بود. یک قسمت برای خانواده، شام باشون میخورد، حقشون رو ادا میکرد. یک قسمت برای نفسش، و جعلنا نومکم سباتا، میخوابید بدنش استراحت بکنه. یک قسمتش هم 1/3 باقی مانده شب برای ربش، نمازهای طولانی میخوند که ام المؤمنین عایشه دیگه دلسوزی میکرد، میگو یا رسول الله به خودت فشار نیار، خدا گناه قبل و بعدت بخشیده. جوابش میداد ای زن افلا اکون عبدا شکورا، دوست نداری من بنده شاکری باشم، شکرگزاری باشم؟ پس شب زمستانی هم وقت برای خانواده هست، هم وقت برای مادر بچه ها هست که بالاخره از صبح منتظر بوده حرف و حدیثی با هم صحبتی داشته باشید. هم وقت برای چه؟ استراحت بدنت هست، هم وقت برای رب العالمین هست. ما ساعت 9:30 اینجا رسیدیم، 9:30 بود، 10 بود دیگه، بازم تا 12 خیلی وقته. واقعا شب به یاد ماندنیه. این بچه های عزیز، این جوانه که تا صبح هم باشه می ایستن. من این سوال فقط میخوام بکنم که این مراسم چطور بود؟ به دل همه چسبید، امنیت و آرامش. سال 69 که من برگشتم یادم میاد با شیخ ایوب و سعدی و چند تا دوستان اصلا دف زدن هم بلد نبودن بچه ها. یه دفی پیدا کردن پوست، باید آتش میزدن، گرم میکردن. سال 69 68 69 شروع کردیم تا اینکه کم کم چه از روستاهای اطراف بندرعباس دیدیم که عروسی ها واقعا مثل کاباره و بار شده. کشته تو عروسی میدادیم. داماد رفته دنبال عروسش، تو کوچه ها تو خیابان ها داره بوق میزنه. نزدیک خونه که رسیده به داماد زنگ زدن که عروستو ببر یه جای نجات بده، خودت هم نجات بده. حالا ساعت 10 شب 11 شبه که اینجا تکه آجر داره میاد تو عروسی. به جای کیک دانمارکی و نمیدونم
کیک و شیرینی اینجا تکه سنگ داره میاد، تکه آجر داره میاد، همه موکت بر در آوردن. خودتو عروستو نجات بده. تا وقتی خواننده سکران مست چشچران داره میخونه، دخترها و زنهای جوان و پسرها دارن میرقصن، صاحب عروسی هم دم در ایستاده کشیدنی میخواد یا نوشیدنی، هیچ تقوایی هم نیست. بزرگان قوم هم همه تو خونه نشستن. یه سکرانی که با ناموس مردم، با مال مردم، با آبروی مردم، بعد قبلش هم یه چک سفید میگیره، به خاک و خون میکشونه. اونم شب شرم و حیا و عفت و پاکدامنی. جشن عروسی جشن عفت نیست. نام خدا لازم داشتیم وقتی که باید صیغه میخوندیم عقدشونو، یه عالم و یه شیخی لازم داشتیم که بیاد عقد رو جاری بکنه. اونجا نام خدا لازم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. 10 بار صلوات بفرست. داماد داره صلوات میفرسته، عاقد دستش گرفته شیخ 10 بار استغفار بکن. تو میخوای تشکیل خانواده بدی، نطفه بسته میشه. همه اینها باش دخت حرام مردم که براش حلال کرد تو جشن عروسی که جشن عفت، شراب و رقص و مخنث ها و بزن و بکوب و چشمچرانی و حرفای بی ربط و توهین به مردم و بعدم کلی مالو جمع میکنه میره. اون همه اسراف هم ایجاد میکنه و بعد ما میگیم تو استان هرمزگان اورژانسی 200 تا کلاس میخوام، 40 میلیارد تومان 80 میلیارد تومان پول کلاس هاست. نمیدونم چند هزار کلاس درس تو کشور چه ما نداریم. تو بلوچستان، فقط سیستان و بلوچستان 1600 تا مدرسه کپری و کلنگی هست. من خودم عضو مجمع خیرین مدرسه استانم. 3 روز رفتیم چابهار با آقای خطیبی زاده بررسی بکنیم وضعیت مدارس اونجا رو. 1600 تا مدرسه کپری تو کل کشور. برو راحت 100 میلیون میدیم به خواننده و اسراف و همه چرا هم خورد میکنن، نابود میکنن. اگه با یک وانت ثواب رفتی تو عروسی، با یک 10 چرخ و 10 تن گناه برمیگردی شب. کجای این مراسم بده؟ صدای زیبا، میکروفونا خیلی عالی، کیفیت صدا، دستگاهی که صداها رو کیفیت میبخشه، اشعار پرمحتوا. همه این جمع نماز عشا با وضو تو مسجد خونده، با وضو آمده تو عروسی. ما تا 67 دامادم تو یک شب داشتیم با هم تو روستای هنگویه طرف فرامرزان بستک. 67 تا داماد یک شب. تو گلدار 50 تا داماد یک شب. یه روزهایی دنبال یکی میگشتیم که بگه عروسیمو ساده برگزار بکنید، اسلامی. ولی بعد از گذشت 27 سال رفتیم گلدار، 4000 نفر اونجا جمع شده بودن. فرماندار قرار بود بره شیراز، برگشت نرفت. گفت به پاس احترام این مراسم فرماندهان سپاه، اطلاعات، نیروی انتظامی، ارتش همه آمده بودن، بخشدارا، روحانیت تشیع و تسنن. گلدار ترکیب شیعه و سنی هست. 4000 نفر آدم اونجا جمع شده بودن. یک بزرگی جلوش افتاده بود، 50 تا جوان دست به دست هم صلوات میداد، میآمد تو صحنه. 25 نفرشون رفتن اون طرف، 25 شون روج به جمعیت نشستن، معزز و محترم. 1/3 اون 4000 نفر جوانای شیعه بودن، از جوانای خوب خودم بودن، خیلی دوست داشتنی بودن. من اون شب و هیچ موقع تو گلدار فراموش نمی کنم. هر ظاهره بدی رو وارد با ظاهره خوبی. جوانای ما موسیقی میخوان، یالله این موسیقی، صدای زیبا میخوان، این صدا، این محتوا، این پیام هایی که این صداشون داره و این نفسشون داره و این کلماتی که دارن میخونن داره، همش افزایش ایمانه. تو عروسی میای تو آخر الزمان احساس میکنی که ایمانت. ما تو بندر عباس میگیم چند تا کشتی تو عروسی دادیم.
شمشیر آوردن گردن همو زدن تو عروسی، در حال رقصیدن سرش افتاده رو زمین. چرا؟ شاید نزدیک به 5000 تا عروسی رفتیم ما، مراسم برگزار کردیم، بعضی موقع تو یک روز 3 تا عروسی، بعضی موقع تو یک روز تو 2 تا استان. یک جا نیروی انتظامی نبوده که کنترل بکنه، نیازی نیست، همه بزرگان هستن. حاج آقا ذوالقدر اینجا تشریف دارن. اگه اینجا ارکستر سکران مست بود که شراب خورده بود و زنها و دخترها و پسرها میرقصیدند و دعوا میشد، میامد اینجا؟ خودشو دوست داره، شخصیتشو دوست داره، آبروشو دوست داره. اگر این برنامه ها خوبه چرا حمایت نمی کنی؟ من تشکر میکنم از آقای درنورد، ابراهیم همدان و دیگر جوانای خوب این منطقه، تلاش میکنن، وقت میگیرن، هزینه میکنن. امشب 5 تا داماده، واقعا جای تشکر هست. الان یک فضای معنوی است تو این ماه ربیع الاول. این نخلستان ها بوی مدینه میاد، سنت رسول الله داره پیاده میشه صلی الله علیه وسلم. هفته وحدت بوده. محمد امین، محمد طاهر، محمد صادق، محمد حکیم، محمد رحیم، این اوصاف رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده. طاهر و صادق و امین و حکیم و رحیم و شفیق. خب دامادان نیامدن؟ اومدن؟ حالا میخوام منو سرگرم کنن، میگه اسامیشون بهت بدیم، اسامیشون رو بخون تا یه 10 دقیقه دیگه میان. همیشه این توصیه من بکنم به عزیزانم، دامادا باید قبل از چه مردم بیان تو جلسه کلا ایستن دم در، بالاخره جلسه تمام میشه دیگه. خیلی ها از راه دور آمدن. این برای شما نمیگم عزیزان، این تذکر برای همه است. در آینده اگر عروسی اسلامی برگزار میشه، داماد زودتر از بیان، زودتر از یعنی نماز مغرب دیگه آماده باشه، نمازشو بخونه بیاد تو جلسه. ببخشید چشم مصنوعیم در بیارم دیگه. خب دامادها، نور چشممون و عزیزمون محمد ملا حسینی، محمد رئیسی، کیومرث ملا حسینی، اسحاق هیبتی، مجتبی هیبتی و همسران محترمشون سرکار خانم قلندری، ملاحی، حمید زاده، ترکمانی و ملاحی، برای همشون آرزوی موفقیت داریم. امیدوارم که خدا و رسول خدا ازشون راضی و خوشنود باشه به خاطر این اجابتی که کردن، امر خدا رو و رسول خدا رو به جا آوردن. و 2 عفت و پاکدامنی که فلسفه ازدواج هست خدا نصیبشون بکنه. و 3 فرزندان سالم در جسمشون، صالح در اخلاقشون، مصلح برای جامعهشون خدا نصیبشون بکنه. خداوند بهشون برکت بده، در همه امور و شؤون زندگی خاتمه به خیر باشن. امشب بهترین برنامه، بهترین مراسم برای ما چه برگزار کردن. ما رو در جشن عروسیشون دعوت کردن، به ما تعهد دادن که بیایید، آبروتون حفظ میشه، سلامتیتون حفظ میشه، اخلاقتون حفظ میشه، تقواتون حفظ میشه، هیچ معصیتی تو عروسی من نیست، تو عروسی ما نیست. شما بیایید بهتون اطمینان میدیم که آرامش مطلق هست. واقعا هم چه ممنونشونیم که ما رو دعوت کردن تو مراسمشون و این برنامه خوب رو پیاده کردن. از گروه اناشید اسلامی برادرمون آقای ستار سما که یکی از صداهای زیبای کشورمون هست، برادر عزیزمون آقای شمس الدین سرودی، اینا واقعا صداهای زیبا و شخصیت‌های خوب جوان ما هستن که تو کل کشور میرن، استان‌های مختلف میرن
این مراسم ها رو برگزار میکنن و همچنین اعضای گروه که و همچنین آقای بهور که مجریگری میکرد با این بچه‌های کوچک. بعضی فکر میکنن که حالا اینایی که اینجا نشستن افرادی هستن که سواد ندارن. آقای بهور فوق لیسانس زیست، یکی از بهترین های زیست استانه، حافظ کل قرآنه، رئیس انجمن خیریه خاتم النبیین بندرعباس سروست. ولی میخوان که این مجلس شادی باشه. خب اجماعاً صلوات محمدی قرار خط بفرمایید. خب دامادا آمدن، من خواهش میکنم یکی دو تا اشعار عربی فارسی میکس انشالله بخونن و بعدش هم انشالله دامادا بیان بالا، ما اینجا تبریک بهشون بگیم، دستشون رو بگیریم و بعد به خدا بسپاریمشون و بعد از حضورتون مرخص بشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.